سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خبری نیه؟ نه. چرا؟ آب خیلی خراب بود. تازه بیا آب روشن تر بود. آب صبح حال خیلی خراب است. گلالود دیگه اون بیفتی. گلالود. خیلی الان با اول نسبتا بهتره بود. یک ساعتی بهتره. گلالوده بس. اینکه آب گلالود کردی دیگه. آب گلالود دیگه. بیا کارم سرور نه. این ماشک بزنید. اما تو گیفتن مال خودم را گیفتن. نگران نباش. نگران نباش. نگرانی نیست بله. چرا بله نگرانی دیگه. نگران نباش. بنداز یکی ما فیلم بگیریم. بنداز قشنگه. بگو یکی بنداز فیلم بگیریم. حساب نده. صاحب اصلا آدم های مختلف پیدا میشن دیگه. خوش اخلاق هم خوش اخلاق تر. سلاحش سیاره. هیچ نگرفتیم.
خونده اینجا ببین. آه اینجا ببین روش خونده. آره بیا دنداغا ببین میخوای بدن. فیلم میگی من پول بدیده. تو باید منو معیف بدید از اگرم بگیری. اگر بگیری تو باید به من چیزی بدی. از تصویر ماده استفاده میکنه پول بدی. تو هیچ چیزی بدی که من دارم فیلم میگیرم ازت. نه به پول بدی من نمیزنم. پول ماشینت اینه. تو قایقت کدومه؟ اینو بگو. بریم فیلم سویران میگه رفتی جهانی شدی دیگه. رفتی جهانی شدی. این چیزی گرفته؟ نه. این 4 تا اگرم کولی این ورا بوده این آقا اینا رو فراری داده با ماشک زدن خودش. خیلی باحاله. این رودخانه سپیدروده که تو مسیر رشت به آستانه یا لاهیجان قرار داره. و همون هم برای ماهیگیری دیگه. خدا قوت ماهیگیر قهار داره جمع میکنه دیگه بقیه چیکار کنه؟ ها چه جمع کردی؟ چی؟ حوصله نداشتی؟ زیاد نمیخوری نه؟ امروز خیلی خبری نیست خیلی شانس ماسکولی هم آدم اومده شما یه دونه گرفتی محمد همچین یه دونه رو گرفت ولی دیگه الان حوصله نداره و خدا قوت خیلی خبری نیست امروز ولی خب تفریح بامزه ایه دیگه. خبری نی آقا؟ خیلی خوبه نیست ایشون خیلی چند تایی گرفت بازی نیست. خدا قوت چی شد؟ کمی سرد شده هوا. سرد شده کمی زیاد نه. چطور چه خبر؟ چند تا گرفتی؟ ربطی به ماهی گیر خوبه نداره؟ نه همه بیکار نشستن کنار. همه بیکارن جمعی از دوستان ما دوستان با کار بیکار. خب دوستان عزیز امروز آمدیم پس کنار سپیدرود و این مسیر هم که دیدین و قشنگ بود و رودخونه هم دیدیم و اینکه مردم چطور ماهی میگیرن هم داشتیم نگاه میکردیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب هم که یادتون نرو، لایک و کامنت و بقیه چیزا. خوشحال شدم. خدافظ.